امروز اومدیم به همراه میلاد قرار چالش 24 ساعت غذای تند بخوریم، اونم شانسی. بین یک غذای تند و یک غذای معمولی بینمون قرعه کشی میشه، هر کدوم شانس بهتری داره. امیدوارم که شانسم خوب باشه و اینکه تا آخر ویدیو همراه ما باشید. آقا اومدیم پارک، قراره که برای صبحونه گردونه داریم داداش. آقا بریم که بزنیم. خب اول تو میزنی؟ سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. وایس سنگ کاغذ قیچی. 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 بردم. تو باید اول بزنی. تو میتونی مشخص کنی که کی اول بزنه. تو بزن. یعنی بزن دیگه. یا اول فاز یا شانس و یا اقبال. بسم الله الرحمن الرحیم. بابا بگیریم برتر. استارت. برو بریم. تاسه نشه بازی نشه. تاسه نشه بازی نشه. بزن. من معلومه. املت تند. وای آجی فرام 3 بار شانس مجدد. برو بریم. بابا این ایراد داره. این دفعه میافته تو باید بزنی ها. داداش این ایراد داره. 4 بار شانس. خب منم بزنم میفته شانس مجدد. نگاه کن بیا. برو املت تند. برو املت تند. 4 بار برای یارو شانس مجدد. سر پنجمی به ما میگن سیتر. بریم املت رو بگیریم. آقا. درد و نفرین. سرد و دلگیر. خب یه ذره میریزم. یه بودو بینم بابا. من راضی نباشم خودم ازت میگیرم. خوبه؟ بسته بابا میمیری یا بسته بابا میمیری یا ابد آقا ادامه هم داشته نه دیگه زغ نبود چیزش نکن که نمیشه خورد دیگه بابا میمیری داداش. بریم که داشته باشیم. یا اول حس میکنم دریای غمم. جدی میخوای بخوری؟ آقا هیچی نمیتونی بذاری. هیچی دستتو هیچی نمیتونی بذاری. هیچی نمیتونی بذاری. خیاش بدم. یا اول آمان و تمام. ببین منو بگیر. آقا آقا بسه باشه. خدایی خیلی بدمزه میشه. اشیا نگاه شد یا از اون لول به اون لول شد. واقعا تون بود. خب آقا من یه سوال دارم از شما. من اگه 5 میلیون تومن به شما بدم بعد اینکه این زهر مار که درست کردی و خوردی یک قاشق کامل از این سس و مقداری از اینو باید بریزی تو قاشق بخوری. 5 میلیون تومان. حالا درست کنش. نه خب یه قاشق. بس باشه آقا باشه. یا ابوالفضل میگم من سر. آقا از اون نریز. از اون من پشیمون شدم. از اون نریز. باشه یا اول. فکر نکنم سزنی. یا خدا ای قورت. یا ابوالفضل یا اول. بیا باشه تو بردی. بریز بخور فقط ابوالفضل. 5 تومن میگیرم. من لاتم. بابا تو خیلی حیوانی. ماست لاف بهمت. تا اینجا خیلی حیوانی. کامنت بنویسید که واقعا من چقدر حیوانم. خب من که دارم تمام میکنم، نوبت شماست. بیا بخور. گربه چی زد؟
بچه ها اینجا موضوع همون کرده دیونا امیدوارم تو ویدیو افتاده باشه اومد بگو فندک انداقه اینا نگاه کن ردیم فندگو بلو سکسی خب فهمیدم چی شد اصلا نوشه جون شیکو شما رو قبول داریم بس دیگه نخون نه شما یه من اینو میکنم که 1% اگر ناهار به تو افته من رحم ندارم داداش تو برای خودت ریختی منم برای خودم میریزم من برای درست میکنم خب ما برگشتیم برای ناهار آقا برای نهار 2 تا چیز ما به فکرمون رسید یکیش تندترین نودلیت دنیاست که رفتیم گرفتیم یکیش هم فلافل معمولیه که از نظر من الان استیک اون غذا و هر کی برسه خیلی خوبه خب کی اول بزن؟ سنگ کاسه چی؟ چرا دیگه؟ همون جوریه دیگه آقا همش سنگ کاسه چی؟ بریم ستایی سنگ کاسه چی؟ 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 بازم باختم آیا اولی نودل تون بیفته اولی شانس مجدد من نمیفهمم الان میزنه فلافل میفته اولی فلافل اصلا شک نکن خب بریم بدونی آقا قرمز فلافل آبی تندترین نودل دنیا سفیدم شانس مجدده بریم که داشته باشیم بزن سیگار رو نودل فلافل وای مگه داریم آقا اینم از تندترین نودلیت دنیا دیگه بریم درستش کنیم آمادش رو بیاریم بریم بکشیم از اون جایی که صبحونه رو من تند خوردم و میلاد نخورد تصمیم گرفتم ناهار رو تو این تایم بخورم آوه نازم 6 چون واقعا تند بود و معده‌م داشت اذیت می‌شد نمیتونستم چیزی بخورم آقا طبق باختی که من داشتم نودل افتاد به من تندترین نودل دنیاه و بوش کل پار گرفته واقعا تنده و من فکر میکنم میتونم بخورم بریم اینو بخوریم یه استراحت دوباره میکنیم میریم برای شام یه 2-3 ساعت دیگه میخوریم اگر معدم جواب بده اینو نمیتونم بخورم من فکر نمی کنم کم شروع کن کمتر از این آره از این کمتر میخوریم برو بریم 3 2 یا ابوالفضل وای حاجی این خیلی تنده ولی میتونم بخورم این خیلی تنده دوباره اشکم شروع شد چطی میخوایی یه بار دیگه ترای کنی؟ رو میخوام ترای کنم بابا من لاتم نگاه کن حجم کارو ولی دیگه آخریش باشه لطفا کارو بگیر یا ابوالفضل واکن نوشو برای واکن سری واکن یا ابوالفضل وای خوبی؟ دست به چشت نزن داره میلرزه بچه‌ها
نمیتونم حرف بزنم. میدونم چی میگی. ولی دوستاشم بچه‌ها بودن. پیشنهاد میزان تندیشو پیشنهاد 10 میلیونی میدادم اینو تا آخر بود. خیلی تند بود. یعنی من یه رشته دقیقاً همینقدر فیکس همینقدر همینو خوردم تازه نصفشو به قدری تند بود پف کردم بیرون درجه گفتم وای 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 یهودی هم خودش داره میاد تو باشین گفت خوردی گفتم به قدری تنده که فکر نکنم بتونی بخوری و واقعا سورپرایزم کردی انقدر خوردی خیلی تنده میخورم بازم. وای نه یا ابوالفضل لا وای آجی لبات قرمز شد دماغت قرمز شد نخور دیگه داداش از اون معده هیچی نمونده امروز تازه ویدیوهای بعدی هم که قراره بگیریم دستو به چشت نزن فقط وای دیوونه دیوونه شد بچه واو خیلی چمن افتاد توش خیلی تنده این یعنی میخورم. نه دیگه نخور میخورم. نه نخور دیگه آقا نخور دیگه میخورم. لایک های این ویدیو به 300 تا برسه من اون چیپس رو امتحان میکنم. بریم که حالا دیگه سرتون در نیارم میلاد غذا شروع. Let's go. واقعا حال ندارم حاجی حالش بده بد خیلی حالم بده. من نمیخوام اونجا رو نشون بدم که هرگری زدم و میخوام بگم که اینم شام بود واقعا. من که مشکلی برای ادامه نداشتم حالش خیلی بده خیلی حالم بده یعنی واقعا اگه حالم بد نبود میگرفتم. همین که ببین حالم یه جوریه که هم نمیتونم زیاد حرف بزنم و صدام گرفت واقعا و همین که میل دارم ولی نمیتونم و فکر میکنم میل ندارم. حرف نمیتونست بزنه بعد اینکه رکورد قطع کردم. اینجا تمام قرمز و سر نگاه الان توی بشکونم بگیری من واقعا نمیفهمم. الان احتمالاً برم سرمونون بهش بزنم. حالا سرمون ولی واقعا اگر یه اسلایس میگن پیتزا آره اسلایس از پیتزا میزدن برنامه پیتزا داشتیم. یه دونه سینه آره شام قرار بود آقا پیتزا باشه پیتزای تون نه پیتزای ساده ولی جوجه‌مون تون باشه یه سیخ کتف و بال تندم که تندم دقیقاً مثل همون سسه یعنی اون سس داووده رو بعد میریختی روش و اینکه من صبح دیدید دیگه اون سس‌ها یه قاشق واقعا خوردم اونقدر تند نبود ولی یه قاشق تند بود با غذا تند نمیشه و اینکه واقعا معذرت میخوام معذرت که دیگه پاره شدم فکر نکنم کسی اونجوری من میل ندارم اینو نمیدونم یه کاسه نودلیت تندترین نودلیتو بتونه بخوره واقعا اگه میتونید بخورید دمتون گرم و ویدیو همینجا به پایان میرسه ویدیوی بعدی خیلی خفنه اون ویدیو خیلی اونو حتما ببینید حتما کانال رو ساب کنید اون زنگوله رو بزنید میاد یا ته همه جا میاد زنگوله رو فعال کنید متوجه دوست دارم تا 19 آبان که تولدمه چنل به 1000 تا ساب برسه دوستتون دارم خیلی زیاد به چشماتون خیلی میاد مواظب خودتون باشید